خب درود و دو ساعت بدرود. خیلی خوش اومدید به چنل خودتون. امروز اومدیم با آموزش هیروی شد و شمن از 2 تا 2. خب بچه‌ها، قبل از اینکه آموزشم شروع کنم یه نکته رو بهتون بگم. باید با یک سری از اصطلاحات پایه 2 تا 2 قبل از این ویدیو آشنا باشید و بلد باشید بازی کنید. ولی خب بازم من سعی میکنم همه رو براتون توضیح بدم تا دچار گمراهی نشید. بریم بدون هیچ معطلی سراغ ویدیو. خب بچه‌ها، شاد شمن از اونجایی که میدونید یه هیروی ساپورته، هارد ساپورت باش بازی میکنن داخل رنگ. کلا هیروی ساپورتیه، سافت ساپ میتونید باش بازی کنید، ولی خب اکثرا هارد ساپ پیک میشه که سیف لین بازی میکنه. شمن کری هم تا حالا من دیدم که حتی تونسته خودش روشن بزنه. قبل از اینکه شروع کنم به توضیح دادن ابیلیتیاش، بذارید درباره اینیتش براتون صحبت کنم که اسمش فال پلی هست، که اینیت واقعا سگوپی داره. یعنی اینیتتون رسما شما رو نمیکشه، باعث میشه شما جاودانه بشید. من دو میکنم روی شمن، کیلش میکنم. ببینید شمنو یه دونه دیباف میشه. خب نگاه کنید، من الان مرغ شدم و میتونم با شمن من خودم فرار کنم. پس چی شد اینیت من؟ رفتم ساعت 13 ثانیه کودن. هر وقت که من قرار باشه بمیرم، قبل از این که بمیرم تبدیل به مرغ میشم و در واقع هر چی دیباف روم باشه در واقع برداشته میشه. یعنی چی؟ مثلا الان 2 اگز رو من هست، بس من بیام 6 کنم به خودم. نگاه کنید الان 2 اگز هم از رو من برداشته شد. اوکی، 2 که اگز رو من اینطوری کرد، این در واقع از رو من برداشته شد زمانی که مردم، مرغ شدم. پس اینیت خیلی اوپی داره، اینیت خیلی قوی داره، اینیتش واقعا سوپره. بریم سراغ ابیلیتیاش بچه ها. از 3 شروع میکنم که شکلزه و معروف ترین ابیلیتی شمنی که خیلی اذیت میکنه. یعنی ببین، من خودم شده مثلا فوش شمن بدم تو بازی، انقدر که این ابیلیتیش اذیت میکنه. بعد میرم سراغ 1 و 2 و 6ش. از 3 شروع میکنم چون اول بازی هم شما همینو میگیرید، شکلزو میگیرید. شکلزه شما چیکار میکنی؟ از 2 تا 1 معلوم بوده، یعنی این شکلزه واقعا رو مخه. من میام اینجا وای میستم، یه رنجی داره دیگه، من شکل میکنم روی عکس، برای چند ثانیه عکس رو نگه میدارم. اوکی، خیلی اوپیه این بابا. مثلا شما یه یار چیزم دارید، عکس رو میگیرید، یار مثلا کری هم دارید، میاد عکس رو راحت کیل میکنید با هم. این که میگیره واقعا اوپیه گرفتن شکل ده. اصلا خیلی رو مخه. شما مثلا اومدی دارید فایتتو میکنید، چیزی که یوهی استان میشه، هیچ کاری نمیتونی بکنه، همه میریزن سرت، کیل میشی. واقعا خیلی اوپیه این شکل. اصلا کل بازی شمن و ساپورت شمن هم رو همین شکل داشت میچرخه که چجوری کی شکل کنی، چجوری شکل کنی، و کل میگم بازی شمن رو همین شکل داشته. بریم سراغ دوش که هگزه. من خیلی نمیخوام اسم ابیلیتی ها رو شما یادتون مونه. مثلا هگز کن دیگه با بعد بلد بشید. مثلا دیگه ابیلیتی هگز که جا افتاده، مثلا هگزش کن، هگز کن. عکس مثلا الان واسه یه تیم فایتیه، من عکس رو هکس میکنم، تبدیل به یه مرغ میشه برای چند ثانیه و دمیج هم میخوره اون موقع. یعنی مثلا من یه دونه عکس الهی بیارم، حالا عکسش هم بکنی، من عکس چیز میکنم و اینجا ببینید دمیجش هم میخوره. یعنی اصلا اینطوری نیست که مثلا هکس شه هیچی نخوره بشه. هگزه به کارتون میاد. 3 و 2 تون هم مثلا با هم رسما کامبو 3 میکنید تا حریف کیل بکنه، تموم شد 3 2 میکنید، نمیذارید حریف نفس بکشه. اصلا در کل یا استانه یا هگزه یا داره با بدبختی فرار میکنه. مثلا یکتون یا اتشاک که بچه یه لیزر میزنه به هر چی نمی داخل اون در واقع ناحیه باشه دمیج میده. الان دمیجش هم 320 دمیج خوبی هم هست. مثلا من الان یه ویو کریپ بیارم اینجا من برای شما. اینجا مثلا من اتشاک که بکنم به همهشون دمیج میدید، میتونم همشون رو دمیج کنم که خوبه، هم برای لسید کردن در واقع کریپا و هم برای دمیج کردن در واقع هیروها.
چیکن فینگرز که یه ابیلیتی دوباره پسیوتونه که خیلی وقت نیست، من قدیما نمیدیدمش. این بچه چیکار میکنه؟ شما وقتی یه راست کلیک ساده، یعنی یه دمیج ساده به یه نفر میدی، برای 1 ثانیه اونو تبدیل به مرغش کنی. نگاه کنید، من عکس یه دمیج ساده میدم تبدیل به مرغ شد برای 1 ثانیه. پس اینم میره 13 ثانیه کولدان. اتر شاک برای چند ثانیه استان، 2 برای چند ثانیه استان، 1 که الان نباید من 1 هم میزدم در اصل، بعد اینکه دوم تموم شد بعد 1 میکردم و آخرم نهایت مثلا یه کمکی به رفیقم با کیو. این از ابیلیتی های پایه شمع. برسیم به شیشش که داخل فصل شیشش فرق میکنه. شیشش کار میکنه بچه‌ها. من وقتی شیش میکنم 10 تا مار برای من اسپان میکنه اینطوری، ببینید که این 10 تا دمیج میدن. دمیجشون هم کم نیست، دونه 120 تا میدن و تا بخواد اینا رو حریف بکشه کیل شده دیگه. شیشه خیلی اوپی دارید. درباره این فصل و شیشه اینطوریتون بهتون بگم بچه‌ها، من یه بار اینو جوش بکنم. وقتی شیش کنید و یه انمی وسط شیشتون باشه نمیتونه فرار کنه، یعنی تو شیشتون نمیتونه در بره تا زمانی که یکی اینا رو نکشه. بعد که بخوام فرار کنه بازم ببینید این در واقع یه سری رنج دارن و خیلی دمیج میکنن. خیلی اوپی این شیشتون ها، یعنی شیشه خیلی قوی دارید توی گیم. باش خیلی هم میتونید ساپورت بازی کنید، هم با این شیش میتونید خیلی کری بازی کنید. 6 کنید، 3 کنید، 2 کنید، 1 کنید، حریف رو کیل کنید به راحتی. بریم سراغ آقایون شاردش و بعدش هم بریم سراغ تلنت ها و فستاش. خاچه آقایون شارد من چیکار میکنه؟ آقایون شارد من میاد زمانی که من میمردم این فال پلی تبدیل به یه مرغ میشدم دیگه، میاد اینو حریف رو گمراه میکنه. یعنی میاد چیکار میکنه؟ مثلا من الان بذاری من یه بار 2 3 با 6 کنم روی شمع، بعدش که کیل بشه تبدیل به چند تا مرغ میشم که حریف نمیدونه، یعنی در واقع توی اون گیم نمیدونه من کدومشونم و میتونید بین این 3 4 تا مرغ فرار کنید، نه حریف هم دنبال شما بگرده. که آقای شارد برای فرار کردن واقعا خوبه. جدا از اون آقا اسکپتر من یکی از آیتمای حیاتی من، هر که من شکل کنم هر 1 ثانیه بار یه 1 بهش میزنه، اوکی؟ و کس رنج شکل منو از 300 میکنه 600، یعنی رسما یک اوپی میشید. نگاه کنین هر 1 ثانیه بار به هر کی دورش باشه یه 1 میکنه. برای مثال الان من یه عکس بذارم کنارش، من اینو میگیرم، نگاه کنید هر 1 ثانیه بار هی به اون دمیج میده. دیدین که واقعا خیلی خوبه این، مثلا تو تیم فایت ها به کارتون میاد. هی هر 1 ثانیه به این عکسی دمیج بده، بقیه رو هی دمیج میکنه. چند تا حتی عکس اگه باشن بذارید بیارمشون، من ایشون رو میگیرم به همه دمیج رو میده و خیلی آقا انیمه اسکپتر اوپی داره، خیلی میتونید باش کارهای خفنی بکنید باشم. بچه یه نکته هم درباره شکلش هم بگم. وقتی که آقا اسکپترتون رو میاد بچه ها میتونید یاراتون رو با 3 تون هیل بکنید، ولی خب یه هیل خیلی بخور نمیری داره، یعنی هیل اوپی نیست. الان مثلا من روی ریسکینگی که جونش کمه من در واقع شکلز میکنم آروم آروم هیل میشه، ولی خب به کار نمیاد، یعنی ارزششو نداره بندازیدش تو کولداون، مگه اینکه دیگه واقعا یارتون خیلی کمه نیازمند این هیله وگرنه میمیره. مثلا یه دیبافی چیزی روشه داره هیجونش کم میشه به کارتون میاد. بریم سراغ تلنت هاش که بعد درباره فستاش صحبت بکنیم. تلنت 10 سمت چپی رو بگیری 1.75 بهتون مانا ریجنریشن اضافه کنه. 10 سمت راستی رو بگیری به شکل هلتون 170 تا توتال دمیج اضافه میکنه. الان ببین توتال دمیج من چقدر 280 تاست. اینو میاد چیکارش میکنه 450. 15 سمت چپی رو بگیری بچه ها هگز بریکسه که بهتون توضیح میدم. 15 سمت راستی رو بگیری 160 تا اتک رنج به 6 تون اضافه کنه. یعنی چی؟ مثلا من اینجا 6 میکنم
تیشه من یه اتک رنجی دارن دیگه به صورت کلی. این پیرسینگی کرد میاد به اینا 160 تا رنج اضافه کنه. هیگز بریکس هم بگیری 20 سمت چپی رو بگیری. این در واقع سرپنت واردا یا این مارای من 50% بهشون مکس اچ پی اضافه میشه. بذار من ریموو بکنم ببین. الان 3 تا جون، الان در واقع 6 تا جون دارن در اصل. هی نصف میشه. 20 سمت راستی رو بگیری به شکل ازتون 1.5 ثانیه اضافه میشه. الان چقدره؟ الان 6 ثانیه تو میتونی انمی رو بگیری. خیلی اوپیه. 25 سمت چپی رو بگیری اتک تارگت وارد به جای یه دونه 2 تا میشن، یعنی 2 تا رو میزنن. یک اینجایی رو بزنن 2 تا رو میزنن. خیلی اوپیه. خیلی اوپیه. 25 سمت راستی رو بگیری به یکتون 250 تا دمیج اضافه. الان یکی شما 570 تا دمیج میده. خیلیه. 570 دمیج واقعا دمیج کمی نیست. بچا هیگز برکس چیکار میکنه؟ مثلا یه هیرویی که پسیو ابیلیتی داره، که مثلا یه پسیوی داره هی داره جونش رو زیاد میکنه هر چند ثانیه یه بار، یا مثلا یه پسیوی داره مثلا کریتیکال میزنه. زمانی که من هیگزش میکنم پسیو اون در واقع چیزم میگیره. الان مثلا خودم ابیلیتی پسیوم چیه؟ یه فاول پلیه. زمانی که میمیرم لازمش یوزش بدم، خودش استفاده میشه. دقیقا همین بلا سر هیرویی که در واقع پسیو دارن هم میاد. وقتی که شما دو میکنید روشون پسیواشون هم خاموش میکنه. الان نگاه کنید مثلا من الان یه هیروی مثل ریسکینگ بیارم، دو مثلا رو ریسکینگ هیچ کم از ابیلیتیاشو نمیتونه یوز بده و این ابیلیتی من که پسیفه در واقع میشکنه. بذاری ببینید حالت شکستنه دیگه پسیوی ندارم. حالا مثلا این پسیوش کریتیکاله ولی پسیو خیلی از هیروها بهشون کمک میکنه و این هیگز بریکسه میتونه در واقع نجات دهنده شما باشه داخل گیم. آیتم با شمن چی میاد بچه؟ آیتم بذارید من یه ریست بدم شمنو یه بار. آیتم با شمن بچه اوایل بازی قطعا آرکینا بوت میاد قطعا. چرا؟ مانا کم میاره. اگه میخواید کری بازی کنید میتونید ترانکویل بیاید، میتونیدم کری بازی بکنید با ترانکویل بوت. وارد و دیوارد که یادتون نره، تانگوهایی که در واقع قرار رفیقاتون بدید یادتون نره. من خودم به شخص بوتمانا میام یا آرکینا بوت میام. چرا؟ چون که مانا واقعا کم دارم، مانا دوستام پر میکنم. خب به هر حال نیازه اصلا چون من ساپورت بازیم. آتر لنز میایید برای چی؟ برای اینکه کسر اینجاتون رو بیشتر کنه. من الان شکل زدم تا اینجا میتونم بزنم. اگه اینو بیارم شکل زدم کلا تا اینجاست، فاصله ها زیادن. میبینید؟ آتر لنز قطعا میاید. ماجیک وندو میاید برای اینکه بتونید از دست حریف فرار بکنید اگر نهایتا چیزی شد. آقا اسکپترتون رو قطعا میاید برای چی؟ برای اینکه شکلتون رو قوی تر بکنه. دیگه میتونید برای دیگه میرید برای آیتم هایی که مثلا ساپورت میتونم بدن، یا اگه دیدید واقعا وضعیت این خوبه میتونید دگر بیاید. چرا؟ مثلا چون من سرعتم یک کمی نسبت به بقیه پایینتر بوتمانام دارم، یکی فیز بود میکنه میره دنبال یه نفر، شما یه دگر میکنید شکلز میکنید و میگیرید تا یارتون بکشتش. اینطوری دگرتون میتونه خیلی کاربردی باشه تو گیم. اواخر گیم میتونید رفرشر بیاد 2 بار 6 بکنید که خیلی اوپیه. میتونید رفرشر بیاد فعال پلیتون 2 بار بشه، چیکن فینگرتون 2 بار بشه. کلا این رفرشر به کارتون میاد. میتونید دیگه میگم آیتم ساپورت بیاد مثل گلیمر بیاید، هم یا خودتون رو نامری کنید یا یارتون رو نامری بکنید. به صورت کلی دیگه آیتم ساپورت بیاد دیگه، چیز دیگه ای نداره بخوام بهتون بگم. اواخر گیم میتونید دیگه بوتس آف ترافل بیاید تا بتونید برسید به، حالا اگه مثلا حریفتون دور شده برسید به در واقع چیزای تاورای حریف. و کلا آیتم بندی خاصی نره همیناست. میتونید بعدها مثلا این
اتریال در واقع آتلنزتون کنید اتریال ولید دیگه، کست رنجتون خیلی زیاد میشه. واسه فرار کردن هم میتونید خودتون اترنال کنید هم یاراتونو که راحت بتونید باش فرار بکنید. به کارتون میاد اتریال اواخر گیم. مونشارد میتونید بیاید اتک اسپیدتون یه کمی بیشتر بشه. دیگه چیز خاصی نداره که من بخوام بهتون بگم، یعنی شمن یه هیروی ساپورت بسیار ساده ایه. بریم درباره فستش هم یه صحبتی بکنیم و ویدیو رو به اتمام برسونیم. بچه‌ها تفاوت فستش داخل شیششه. شیشش هم الان فستش در واقع 10 تا مار برای من اسپان میکنه که بذار من لول مکسش کام نمیره حداقل. اگه من 6 کنم روی یکی از اینا در واقع هیرو نمیتونه از توش فرار بکنه، یعنی باید یکیشو خراب کنه تا فرار بکنه دیگه مرده. که اوپیه واقعا، این واقعا در واقع شیشه خفنیه. اون یکی شیشه چیکار میکنه؟ یعنی فستش راستی میاد 12 برابر شیشه الان من دمیج بهش میده و 10 برابر این بهش هلث میده، ولی کلا یه دونه اسپان میکنه. چجوری؟ یه دونه گنده یه تانک برای من اسپان میکنه که چقدر 1440 تا دمیج داره. جونش چقدره؟ 40 تا جون داره. خیلیه، تا اینو بخوای بکشید 2-3 بار کیل شدی. و میگم بعد بلد باشید باید بازی کنید دیگه، چون واقعا اوپیه. جفت فستاش اوپیان، این که نمیذاره فرار کنه، این که داخل تیم فایتی دمیج خیلی قولی میده. حتی من دیدم با این مسیف سرپنت وارده چیزم زدن روشن، سولو روشن با شادو شمن با فست راستی زدن. حالا خب فست چپی میتونه خیلی اوپی تر براتون باشه، اینکه نمیذاره حریف فرار کنه اصلا اوایل گیم. شما میتونید یه استایل گیمی بهتون بگم 6 کنید شکلز بکنید، شکلزتون تموم شد میتونید 2 بکنید، 2 بکنید، 1 بکنید و همینطوری هی دمیجش بدید تا بخواد فرار بکنه یه بار کیل شده. اوکی، اینو از آموزش شمن بچا. بازم من بهترین اسکیلاپ، بهترین آیتم بندی براتون میذارم عکساشو آخر ویدیو. مرسی، ممنون که حمایت میکنید. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.